جان این برای شما عید مادرم مبارک. وای رحمتی آین گل خاکوک و گلی بهار. وای جانی و چشی عزیز جانی منه. بچه جانم رولی بوسه کتا پوش مکتب میری وزیر هم خواسته میکنه. وای جانی و چشی جانی و چش. وای جانی و چه بسم الله الرحمن الرحیم عمرت دراز شود خواندنت فقط باباهای پنج شود خدای خداوند پیش راحت کشوده شود آمین قول نرکبر مایلش بچه جانم نغز رو از رو احتیاط شو از رو جوره هات کتی رو بچه جان بچه جان انا این گل برای شما. وای تشکر سلامت باش بچه جانم عیدتان مبارک شود. رحمت بچه بچه جان من در روز عید شما باز صاحب دیپلم گشتم. وای کنی وای جانی و چیه اینقدر خواندنهای تو برباد نرفته است. وای خدا با شکر پروردگار با هزار بار شکر مبارک شود بچه. رحمت بچه جان لیکن ببخشید که امروز در روز عید شما با شما تحفه ارزنده نتونستم بگیرم. برای من خودی تو تحفه ارزنده سلامتیت تحفه ارزنده. انا این دیپلم خوانده بود کردی صاحب علم و هنر شدی بچه جانم. انا این بچه جان یک ذره بزرگی شما به تمام گنج‌های روی دنیا بسنده است. زمانی بود در دوران کودکی و نورسی از پی دو و تاز بودم. حسی مادری را هیچ درک نمی کردم. بچه جان یادت است زمانی از کجای یک گلی سنئی پیدا کردم و به تو تحفه کرده بودم. خورسندی تو حد و کنار نداشت. به اختیار از رخساره هایم می بوسیدی. آن تبسمی زیبایت آن روی نورانیت از پیش چشمانم دور نمی شود. اکنون حالا احساس بی‌مادری را چشیدم. وای آچه جان. اکنون با دعای بزرگی شما من هم بزرگ شدم و همه دارایی را دارم.
میخواهم سبت گلها را به تو توفه کنم. صد افسوس که گریبان این دنیای بیرحم به دستم نمی آید تا بگویم مادری من کجاست؟ تو را کجا بردی؟ کجا؟ اوچه جان ببخشید کار کردن نتوانستم. ببخشید. اکنون آرام و آسوده بخواب. آچه جان. السلام علیکم. همینجا یتیم خونه؟ بله. همینجا را گیرین باقی مادر جان ما دعا کنیم. تشکری زیاد. رحمت اکرم. سلامت باشید. دادا همجا من که برای چی بچم؟ یا گل خرم. گل؟